تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به دوستداران پادکست گنج شایگان. امروز 9 اپریل است، عرفه عید سعید فطر که آن را به یک و یک شما، البته به آنهایی که آن را جشن میگیرند، شاد و خجسته باد میگویم و آرزو میکنم که اذیت و ریاضیاتی که در این ماهی مبارک کشیدید به درگاهش قبول باشد. این صحبت در حالی هم می شود که همه ما و بسیاری از ما زیر تاثیر رویدادهای کروکوس، تالار کنسرتی مسکو هستیم، حمله تروریستی به آن و گناهکار اعلان شدن 4 نفر از شهروندان تاجیکستان و همچنین بازداشت زادگان تاجیکستان در روسیه و در کشورهای دیگر با گمان همدستی به تروریسم. روحی خوبی نیست، روحی خوشی نیست، اما به هر ترتیب طوری که امروز در تاجیکستان زیاد صدا می دهد، چنین دوره ها، چنین لحظه های دشوار در تاریخ مردمی ما زیاد بودند و اتفاقا امروز که برای شما مواد را از بایگانی رادیو آزادی و بایگانی شخصی خودم انتخاب می‌کردم، صحبت را با پروفسور عبدالاحد جاوید پیدا کردم که واقعا گمان دارم برای امروز خیلی خوب است. این صحبت در 27 مارت سال 1997 ثبت شده است در شهر لندن در پس منظر یک نشست نوروزی که در آن همچنین شاعر معروف تاجیک لایق شیرالی و کارگردان مشهور تاجیکستان دولتی خدا نظر شرکت داشتند و در حالی که در تالار رقص و بازی جریان داشت و در دالان کودکان میدویدند، شادی میکردند، صدا بلند میکردند، بازی میکردند و صدای آنها هم در دوام این ثبت یک کمی وارد شده است، صدای کودکان. اما ما همراه پروفسور جاوید به یک اتاق خالی در آمدیم، در راه بستیم و در اینجا این صحبت را کردیم. چی چیزی مهم دارد این صحبت؟ البته نکات مهم زیادی دارد. استاد جاوید مؤلف مقاله معنای کلمه تاجیک هستند که در مجموعه با اهتمام میرزا شکرزاده تاجیکان در مسیر تاریخ بعد از مقاله استاد صدرالدین عینی جای داده شده است و حق هم هست، چون خیلی مطلبی پردلیل و خواندنی و ثابت کننده آن است که معنای کلمه از کجا می آید. و اما نکته دیگر شاید مهمتر از همه در این صحبت آن است که استاد جاوید خیلی با اون سنی که دارند در آن لحظه ها داشتند، اتفاقا استاد چند سال پیش رحلت کردند. آرزومندیم که مکان آخرتشان پر نور باد، یادشان گرامی. با یک روح بلندی خاصه وقتی من گفتم که ببینید در افغانستان چه حالت است، اون وقت طالبان سر قدرت آمده بودند و زبان فارسی را محدود میکردن، زبان تاجیکی را، زبان دری را، جنجال سر این زیاد بود و در تاجیکستان هم جنگ و جدال ادامه داشت. هنوز سازشنامه صلح در مسکو امضا نشده بود. یعنی ما ماه مارت سال 1997 صحبت کردیم، سازشنامه صلح 27 ایونی سال 1997، یعنی چند ماه بعدش به امضا رسید. و اما ببینید که و همچنین وضع جهان مثل امروزه پر از جنگ و جدال و کشاکش و فشار و شاوینیزم و اینها بود که مثل که امروز هم هست و احوال تاجیکان بد بود مثل که امروز هم هست. حالا نیز از نو طالبان دوباره در افغانستان سر قدرت آمدند. با روسیه روابط ما در چه حال است میدانید و چند روز پیش ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزا جاری کرد و خلاصه
پیامی که پروفسور جاوید برای همه دارد این است که هرگز نباید ناامید شد و درخت فرهنگ و زبان تاجیکی در فارسی اونقدر ریشه عمیق دارد و اونقدر پابرجاست که از این طوفان ها تکانی نمیخورد. البته من اون وقت به ایشون سوال های چالش برانگیز میدادم که آخر یک زمان این زبان یک جغرافیای خیلی فراخی رو در بر داشت و آهسته آهسته محدود شد، تنگ شد و آمد به یک منطقه محدود و تلاش های آن که اقلا دولت های فارسی زبان با هم متحد باشند، یک نوا باشند، همکاری کنند هیچ براری ندارد، برعکس بین آنها دوری است و وقتی ما میبینیم که همسایه ترک زبانی ما چگونه اتحادی موفقی سازمان دادند، اتحادی دولت های ترک زبان، و اتفاقا در این شب و روز از تاجیکستان دعوت دارند که به این سازمان همراه شود. خلاصه در همین پس منظر میخواهم به این صحبت به هر یک جمله و کلمه های استاد جاوید توجه کنید و باشد که آن به شما روح و توان بخشد. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید. تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی. ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید. CW آزادی TJ. آزادی در اندروید ها. تجربه نادر و رنگین. استاد جاوید، سوال ما این است که و بسیار روزنامه ها هم در این باره صحبت میکنند، در بسیار برنامه های چی کشورهای غرب چی کشورهای شرق صحبت از این است که رویدادهای اخیر منطقه، این جنگ و جدال که سالهای طولانی ادامه دارد، چه در افغانستان چه در تاجیکستان، چه تاثیر روی فرهنگ، روی آن سنت هایی که سالهای طولانی شکل گرفتند و با یک پایه رسیدند، در یک پایه استوار شدند و بر روی زبان چه تاثیر از خود میگذارند و اثر آنها مثلا چطور از جانب شما که موضوع ها را خیلی خوب میدانید چگونه پیشگویی کردن ممکن است که ادامه این تاثیر این عامل ها به فرهنگ چی میشد؟ به طور کلی ما صاحب یک فرهنگ ریشه‌دار عمیق هستیم. این فرهنگ به این بادها نمیلرزه و این درخت کهنسال با این بادها فرو نمیفته. همچنین زبان فارسی یا زبان دری که به گاهی به لفظ تاجیکی هم یاد میکنن و هر سه یک زبان هست، یعنی زبان فارسی از زبانهای قویم و قدیم جهان است. با این ادبیات غنی، با این ادبیات وسیع و گسترده، با این همه مایه و سرمایه که داره، هرگز این طوفان حوادث او را مغلوب نمی سازه. درست است که اوضاع ناگوار، جنگ تیز تأثیر در پیشرفت زبان و ادبیات و نشرات و گسترش فرهنگ داره، ولی مانع از بین بردن زبان، مانع قلقم فرهنگ به هیچ صورت از صورتها نمیشه. عیناً به مثابه ابری است که پیش روی آفتاب میآید و برای لحظه اون آفتاب درخشان پشت ابرها پنهان میشه، اما همین که ابرها از هم پاشید، آفتاب همان آفتاب است و درخششش همان درخشش. تشکر استاد. ولی اگر به تاریخ نظر افکنیم، البته شما این موضوع رو خوبتر میشناسید، این زمان حوزه فرهنگ مشترکی همه مردم این منطقه از هندوستان گرفته تا قفقاز مشترک بود و این مردم رو متحد میکرد و از همه گونه جنگ و ستیز و اینها جلوگیری به عمل می آورد. ولی ببینید که در این منطقه ها برزم حوزه های ادبی که در هند و پاکستان بود و در قفقاز بود و اینا که از بین رفت
آیا عاقبت این زبان، این فرهنگ باز هم از دست دادن مناطق استفادهش نخواهد بود؟ ببینیم دو چیز باید ما مخلوط نکنیم، زبان و فرهنگ. وقتی که ما فرهنگ میگیم به معنی وسیع کلمه میگیم که زبان فارسی یکی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ ماست و تمام زبانهای دیگه که در منطقه هستن و بهش تکلم میشه اونا هم جز فرهنگ ما هستند و تمام مظاهر فرهنگی و ادبی و زبان به حساب فرهنگ ما میرن. به یه حساب هم فرهنگ ما که از نگاه زبان فارسی درست است که بار از رفتن سلسله ها یا جریان های تاریخی در بعض منطقه‌ای که مسلط بود، غالب بود، از میان رفت یا کم رنگ شد، ولی در زمین خودش، در زادگاهش، در پرورشگاهش هرگز از بین نمیره. این مثال زندهش خود موضوع تاجیکستان است. اون ما میدانیم که با تجاوز تزارها و اشغال شوروی از طرف کمونیست بخش این مناطق و اشغال این مناطق از طرف رژیم کمونیستی و فشارهایی که بر زبان فارسی آوردن و حتی رسم خطش از بین بردن و دو بار تعویض کردن، یک بار به لاتین و دو بار به سریلیک، جای را نگرفت و امروز لایق شیر علی همون شاعری هست که صدالدین عینی بود و صدالدین عینی همون کسی هست که مثلا نصفی بود و یا مثلا خجندی بود و یا رودکی بود. به هر حال این فرهنگ ما و زبان ما مثل که خوب گفته پیر جاودان جوان است. این عبارت امشب لایق شیر علی به کار بود و مرا به حد خوشم آمد. یعنی زبان ما و فرهنگ ما هر دو پیر همیشه جوان است یا جاودان زنده است. استاد ارجمند، سوال آخرین از شما این که آیا جلوی وطن کردن بسیار از فرهنگیان در این منطقه که مورد صحبت ما و شما هست چه اثری خواهد گذاشت به رشد این فرهنگ و زبان؟ البته زایی بزرگ است، فرار مغزا، فرار دانشمندای ما و کسایی که یک عمر در این زمینه ها کار کردن، واقعا زایی بزرگ و کلان است. اما از یک طرف خوشبختانه ما کاملا میبینیم در هر گوشه و کنار آمریکا، کانادا، اروپا، جوانهای ما، افغانهای با درد ما شروع کردن به فعالیت‌های فرهنگی، ماهنامه چاپ میکنن، جریده چاپ میکنن، کتاب منتشر میسازن و ما تا حال تقریبا فهرست 70 نشریه مطبوعاتی بیرون مرزی دارم و این خود از اینا نشانی از این هست که هنوز افغانها، جوانهای ما، دستخوانده های ما، فهمیده های ما به زبانشان، فرهنگشان علاقمندی دارن و به همین که افغانستان آرامش خود دوباره یافت، صلح اعاده شد و تأمین و امنیت تأمین شد، انشالله همه برمیگردن و ملک خود دوباره آباد و سرفراز و سرسبز و خرم و شادکام میسازن. تشکر استاد، سلامت باشید. بله، همین گونه صحبتی بود با پروفسور عبدالهادی جاوید، با دانشمند معروفی زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان که آن زمان یعنی سال 1997 در لندن پناهنده بودند، اما با وجود این خیلی روح بلند و خیلی با پیامی دعوت کننده، با پیام نیروبخش به شنوندگان ما مراجعت کردند. پارچه های از این مصاحبه در وقتش در همان وقت پخش شده بودند، اما شما باری اول حالا پره این مصاحبه را به شکل پره، به شکل کامل شنیدید. امیدوارم که پیام استاد جاوید به دل شما
و ذهن شما رسیده باشد. تا پادکست های بعدی، خدا نگهدار. در راه هستید، مهمانی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما، در وقت دلخواه و جای دلخواه.